مولانا در یک جای بسیار نغز و زیبا و بسیار ژرف و عمیق میگه که ای بسا هندو و ترک همزبان. البته منظور از هندو اینجا کسی است که اهل هندوستان باشه، یعنی در هندوستان زندگی میکنه، نه آنکه هندوی اعتقادی باشه و یا بت پرستش میکنه. بناهن ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان همدلی خود دیگر است، پس زبان همدلی خود دیگر است. همدلی از همزبانی بهتر است. در اینجا مولانا تبیین میکنه و این مسئله را روشن میسازه که آنچه ما را پیوند میبخشه او همزبانی و هموطنی و همرنگی ما نیست. اگرچه همزبانی و هموطنی یکی از عوامل پیوند است، ولیکن آنچه ما را پیوند واقعی میبخشه همانا همدلی و همفکری و هم اعتقادی و هم اندیشی ماست، یا به عبارت دیگر همدینی ماست، و یا به عبارت دیگر آنچه ابوبکر عربی و سلمان فارسی و بلال حبشی و صهیب رومی رضی الله تعالی عنهم اجمعین را در کنار هم قرار داد و با هم پیوند بخشید. او همزبانیشان نبود، چون آنها همزبان نبودند، بلکه همدلی و همفکری و هم اعتقادیشان بود. و چه زیبا و چه عمیق میگو ابو سعید ابوالخیر در این راستا که گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من در تو چنانم ای نگار یمنی، من در تو چنانم ای نگار یمنی. من در عجبم که من تو ام یا تو منی. یعنی که اگر در یمن هم باشی ولیکن همدل با ما باشی، هم فکر با ما باشی، هم اندیشه با ما باشی، تو در کنار ما هستی. ولیکن اگر در کنار ما باشی، هم زبان ما باشی، ولیکن هم دل با ما نباشی، تو در یمن هستی. بناهن من با تو چنانم ای نگار یمنی، من در عجبم که من تو ام یا تو منی. بناهن خلاص مفهوم شعر مولانایی که آنچه ما را پیوند واقعی میبخشه او همدلی و همفکری و هماندیشی ما.